علما بر اینن که انسان مؤمن اگر 1 تومان در حال حیات خودش که زنده است با دست خودش تقدیم بکند به یه فقیری، به یه دردمندی، به یه بیماری، به یه کار خیری، ارزش اون 1 تومان از هزاران تومانی که به عنوان وصیت بعد از مرگ او خرج بشود بهتره. این ارزش این 1 تومان از هزاران تومانی که از طریق وصیت صرف بشود بیشتره. چرا؟ چون با دست خودت با عشق و علاقه در حالی که ممکن بود نیاز داشتید به اون تومنها در حال حیات خودت صرف کردید، اما وصیت برای بعد از مرگ است. دیگه رفتید، رها کردید دنیا رو. اگر شرع بهت اجازه میداد ممکن بود تمام مال خودت رو وصیت میکردید برای خیر، اما هیهات. اینه که من همینجا یه اشاره هم داشته باشم به این قضیه که بعضیا خودشونو به سختی میندازن وقتی مثلا مردشون از دنیا رفت یا کسی از دست دادن و کسی فوت کرد از بستگانشون، خودشونو به دردسر، به دلتنگی میندازن که حتما بایستی همون روزهای اول به هر نحوی شده. حتی کسانی ما داشتیم و یه وقتی سوال میکنن از طریق قرض کردن، قرض میکنن که حتما گوشتی، برنجی، گوساله‌ای، گاوی رو بخرن و به عنوان ختم خیر مردشون حتما در روزهای اول بلخص روز سوم این کار رو انجام بدن، در حالی که اون مرده اگر برای خودش صدقه‌ای کرده، اگر ختم خیری در حالی که زنده بوده، اگر احسانی کرده، این ختم خیرها اگر واقعا به این صورتی که ما دنبال میکنیم نیاز بود، پیغمبر علیه السلام از همه کس به ما غمخوارتر بود. اگر پیغمبرم علیه السلام فراموش بکنه، خدا فراموش نمیکنه. چرا در دین چنین توصیه هایی نداریم که وقتی انسان مرد حتما روز سوم، نمیدونم 4 ماهی، نمیدونم سالش، گوسفندی، گوساله‌ای، نمیدونم گاوی، برنجی، غذایی بپزید، به این بدید، به اون بدید، شیرینی بدید، فلان بدید، مراسمی برگزار بکنید؟ چرا دین نیومده این توصیه ها بکنه؟ چرا تا زنده ایم این تلاش و کوشش نمی کنیم؟ ما باور کنید آدم یه وقتی داستانهایی رو میشنوه یا قضایایی رو میبینه واقعا دلش به درد میاد. ما کسانی داشتیم بارها دیدیم به چشم خودمون، فقیر بودن، دردمند بودن، گرفتار بودن، خودشون، بچه هاشون نیاز دارن به پول و مال و ثروت. گهگاهی بوده که مرد گرفتار بوده، همین که فوت میکند بستگانش به هر طریقی شده قرض میکنن، به این و اون رو میزنن که حتما به قول خودشون فاتحه و ختم خیر مردشون رو انجام بدن. بابا عزیز من، ما بهترین سوغاتی و هدیه‌ای که به مردمون میتونیم، به پدرمون، به مادرمون، به عزیزمون که از دست دادیم، که اجماع و اتفاق مسلمینه، قرآن بهش اشاره کرده، احادیث گوناگون پیغمبر داریم علیه السلام، دعاست. بستگان برای اموات خودشون دعا بکنن شب و روز، از لحظه‌ای که جان داد تا دفنش بکنیم، بعد از دفن سر قبر، تو خونه، تو مسجد، هر کجا دعای مغفرت، دعای رحمت، دعای عفو و گذشت، دعای بهشت، دعای نجات از جهنم. این بهترین توصیه دینه. بریم سوال بکنیم مسائل شرعی، اونچه شرع، اونچه پیغمبر علیه السلام برامون گفته در مورد همه چیز و همه کس، من جمله بعد از این که ما عزیزی رو از دست دادیم، دوستش داریم، پدرمونه، مادرمونه، فرزندمونه، برادرمون هست، چه بکنیم که ما یه خدمتی کرده باشیم برای عزیز از دست دادمون بعد از مرگش؟ چه بکنیم؟ سوال بکنیم. شرع جواب میده. دعا بکن، برو زیارت قبرش، یه سلامی، یه دعایی. اگر یه وقتی خواستی صدقه بکنید، به اجماع و اتفاق مسلمین صدقه از جای میت هم میرسه، اما به کدوم صدقه؟ صدقه خودتو پایبند نکن به زمان و زمین خاص. حتما 3 روزه باشه، حتما سال باشه. شما میتونید به یه بیماری کمک بکنید، به یه بیمارستانی، به یه مسجدی، به یه مکتب خونه‌ای، به یه دردمندی، به یه فقیر، به یه یتیم پول بدید، غذا بدید، هر چی خواستید بدید. نیت بکن که خدایا ثواب این صدقه من برسان به روح پدرم، به روح مادرم. خیلی هم خوبه. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.